دوستان عزیز، دو دسته هست. میخوایم ببینیم نتیجه رابطه شما به کجا کشیده میشه. کسانی که دسته گروه 1 رو انتخاب کردن، ناامیدی دارم میبینم براتون. نتیجه رابطتون یک سری ناامیدی و پشیمونی رو داره نشون میده. مشاجره و بحث خانوادگی، ناراحتی هایی که براتون پیش اومده و داره میگه به حق و حقوق همدیگه تجاوز نکنین. اون چیزی که داره اتفاق میفته نتیجه کارها و تصمیمات شما هستش و ناامید شدن و قضاوت کردن، زیر سوال بردن، ریزبین بودن توی رابطه رو داره نشون میده. و کسانی که دسته دوم رو انتخاب کردن، موفقیت و پیشرفت رو دارن میبینن. دقیقاً داره میگه رابطه شما ایده های جدیدی توش میاد، آینده خوب در انتظارتون، خوششانسی نصیبتون میشه و مراقب افراد سودجو دور و برتون باشین. شما جایگاهی که میخواین رو به دست میارین.